کنسرت گوگوش در ارمنستان را میتوان اولین حضور این هنرمند در منطقه قفقاز دانست. در روزهای اخیر حضور چشمگیر ایرانیان و پوسترهای تبلیغاتی کنسرت گوگوش در خیابان‌های ایروان حاکی از این بود که استقبال چشمگیری از این کنسرت خواهد شد. از طرف من و بقیه ایرانی‌ها بگین که جاش توی ایران واقعا خالیه. واقعا گوگوش جان جا توی ایران خالیه. I love you. تمام دوران بچگیم، چون مامانم عاشق خانم گوگوش بوده و تمام دوران نوجوانی و جوونیشون با خاطرات خانم گوگوش و عکساش و خیلی همیشه من از بچگیم که یادم میاد مامانم همیشه حرفشو میزده و همیشه هم تو خونمون چای رنگارنگ و فیلمای خانم گوگوش بوده و همین خیلی خاطرات زیاد دارم. از بیروت اومدم تا گوگوش رو بشنوم. فائقه آتشین با نام هنری گوگوش که فیلم در امتداد شب با بازیگری وی به روسی دوبله و در اتحاد جماهیر شوروی نمایش داده شده، در ارمنستان نیز برای نسلی که هنوز این فیلم را به خاطر می‌آورند چهره‌ای شناخته شده است. گرمای بی سابقه ایروان در روزهای اخیر که در سالن کنسرت هم احساس می‌شد، نتوانست از شور و نشاط کنسرت بکاهد. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.